یکی از شاعرهای قرن 18 محزون سمرقندی در شعر خویش درباره سمرقند گفته بود: بیا ای دل همه نازک خیالان در سمرقند است، ادا فهم و رسا صاحب کمالان در سمرقند است، شکرلب محجبین ابرو هلالان در سمرقند است، سمنبو چشم چون آهی غزالان در سمرقند است. ولی در وصف سمرقند قدیم شعرها گفته ها خیلی هم بسیارند، ولیکن این شعر جای خود را دارد، زیرا محض درباره چگونگی مردم سمرقند و زیبایی سمرقند یک عالم معنای زیاد را در خود تجسم می نماید. السلام علیکم همدیران عزیز، بینندگان محترم، برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی شام سمرقند را آغاز می نماییم. من امروز روز شهر سمرقند را تجلیل داریم. سال 1996 محض در همین جا در نزد پیکره امیر تیمور هنگام کشاده شدن همین پیکره، رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف این روز را روز 18 اکتبر را همچون روز شهر سمرقند اعلان کرده بودند و ببینید که از همان روز این جانب 18 اکتبر همچون روز شهر سمرقند تجلیل می گردد. برای شعرها گفته ها در وسط سمرقند خیلی هم بسیارند، ولی امروز ما کوشش میکنیم که با صحیفه های تاریخ سمرقند ورق زده کمی هم باشد درباره انسان های معروف سمرقند، درباره آن چیزهایی که درباره قدیمی بودن شهر سمرقند باز به ما دلالت میدهد حرف زنیم. ای سمرقند کهن، ای مخزن اسرارها، در کنارت جلوه دارد با وقار افراسیاب، همچو دریا جوش داری غرق چندین کارها، وقت آن آمد که گویم یک دو حرف از سرحساب. ای سمرقند منیر، گهواره فرهنگ شرق، تا هنوز آواز دلهای بزرگان بشنوم، هر وجب خاکت عجب، تمثال نام و ننگ خلق، از تماشای جلایت غرق الهام می شوم. ای سمرقند چوقند، ای خانه اهل جهان، در تو چنگی رودکی و نای رومی در نواست، جام خیام می برد از دل غبار و آرمان، هر کتاب ابن سینا بهترین مرهم دواست. ای سمرقند دلم، کاشانه مهر و وفا، در برد چون آب رحمت طرفه زحمت می کشم. سمرقند قندمند در تمدن جهان موقعی به خود خاصی دارد، علل خصوص در سالهای استقلال سمرقند عزیز ما قیافه مطلقا دیگر زیبا و قشنگ پیدا کرد. هر یک کوچه، راهروها، شاه کوچه ها، بناها و تمام لباس دیگر پیدا کرد و قیافه دیگر کسب کرد، زیرا هر قدمی که ما میگذاریم در سمرقند گل و گلزار یک روضه رضوان را به خاطر می آورد. شکرانه ها کردن لازم است که در چنین شهر ما به دنیا آمدیم و زندگی داریم. با شهر نه تنها فخر باید کرد، برای شهر باید بنیادکاری ها، زحمت ها هم کشیدن لازم است. همینطور سالهای استقلال در اساس قرار فرمایش های رئیس جمهور بهر باز هم روشن انداختن به صحیفه های تاریخ سمرقند از طرف باستانشناسان کارهای زیادی عملی اجرا می‌گردند. من این سفال پاره ها از یادگاری تپه قفر قلعه که در حدود ناحیه تایلاق جایگیر است یافت شدند. علمان متخصصان انستیتوت ارخئولوژیای علوم فنهای جمهوری ازبکستان، یونیورسیته بالونیای دولتی ایتالیا و ارخئولوژان ژاپنی آغاز از سال 2006 در اینجا کافت و کاپ‌های ارخئولوژی برده معین نمودند که اینجا تخمینا عصرهای 6-7 میلادی جای مدافعوی کلان کافر قلعه نام واقع بوده. در اطراف آن 6 میناره از نظرگذرانی برای پاسبان‌ها هم جایگیر بوده است. آن قلعه در طرف چپی کانال درغم واقع بوده از 3 قسم عبارت است: ارک، رباط و شهرستان. در قسم رباط قلعه خمدان‌های ظرف‌پزنده یافت شدند. در قسم ارک آن دک‌ها، قره‌های مخصوص آهن آب کننده را یافتند. طبق فکر ارخئولوژها این سرای کلان در 22 متر بلندی از سطح زمین واقع بوده. معنی این شکافی کلان در درآمد آن یعنی دروازه می باشد. Японские экспедиции, итальянские экспедиции совместно коркайсем. Археологические олимочки катышуя коркайсем. Ҳоли
تو آخرش نرفتیم ولی آینده با کارکن نیت ما هست. کارهای تحقیقاتی کافتوکاوی را اساساً در قسم ارک یادگاری بردند و آن سفالپاره‌های بسیاری که اینجا یافته‌اند با سفالپاره‌های پنجکینت قدیم مانندی دارد میگویند عالمان. علاوه این صحبت ارخئولوگان گفتند که مانع این خم کلان یافت شده رشد هنرمندی کلالی را اثبات است. باستانشناسان ارخئولوگ‌ها میگویند که مانع این استخوان به اسب قریب یک ساله منسوب بوده است و در داخل مانع همین کافتوکاوهای археологии که در اینجا برده می شود یافت شده است. ارخئولوگ ها امید دارند که در روزهای آینده باز همین گونه یک چیزهای نادر را که دایر به عصرهای گذشته حیات خلق ما دلالت می دهد معلومات های پوره را باز جمع می کنند. باستانشناسان می گویند که اینجا اساساً اداره کنندگان شهر زندگانی کردند و تا ضبط عرب ها در این موضع استحصالات پوره در اوج بوده است. استقامت کنندگان این قلعه باشد دین زردشتی را داشتند. این قبط های چوب های ساخته شده سیاه را که می بینید از ویران کرده شدن قلعه با دستای ثبت کردگان دلالت می‌دهد. تمام اشیاءها و ظرف‌ها و سفالپاره‌هایی که در اینجا ارخئولوگان یافتند در انستیتوت ارخئولوژی اکادمی فن‌های جمهوری ازبکستان نگاه داشته شده یک تحقیق و تحلیل می‌گردد. در قسم دیگری برنامه باشد ما درباره یکی از پیروان اویتسنا ابوعلی ابن سینای بزرگ شفاکاران سبکدست سمرقند حرف می‌زنیم. اصلا قهرمان لوحه ما شفاکار میزراب بالتایویچ محمودوف در عائله معرفت پروران سمرقند سال 1943 به دنیا آمدند. ذوق علم آموزی بعد ختم مکتب میانه رقم 6 شهر سمرقند این انسان نجیب را به درگاه دانشکده دولتی طبی سمرقند هدایت میکند و سال 1962 دانشجوی میشوند. آنجایی که حالا شما میبینید بینندگان محترم تا سال 1999 کلینیکای انستیتوت طبی رقم 2 نام داشت و با فرمایش مخصوص رئیس جمهوری ازبکستان آغاز از سال 1999 این جا را به فیلیال مرکزی یاری تجاری ریسپوبلیکوی تبدیل دادند و هر صبح از ساعت 8 پگاهی یک از شفاکاران دست سبک میزراب بالتایویچ محمودوف میشتابند تا اینکه زودتر به همین جا به کار بیایند و به بیماران شفا بخشند. میزراب بالتایویچ سال 1968 در آموزشگاه طبی شهر کتقرغان با وظیفه ورچ شفاکار معلم فعالیت کاری خود را آغاز می‌کند. سالهای 1971-78 باشد وظیفه شفاکار اردیناتور مدیر شعبه تراپی هسپتال کلینیک رقم 1 دانشکده دولتی طبی سمرقند کاری خود را دوام می‌دهند. یکی‌از استاد هستند. سالی که ما تجربه آموزشی رفته بودیم استاد کردند که یکی اینکه شهر شفاخانه‌اش به کار کرده وقتاشون به طبیات آلوگاهاش به کافدرا داتسنت شده کار کرده بودن. همینجا ما کسب شاگرد شده بودیم. شهر دولت طبیات انستیتوت کلینیکش با اومده اینجا به بسیار سمرقند ولایت همسایه ولایت خشقدریا بخارا جیزخ نوایی به شاگرد برآورده این کس در ساحه تراپی خوب آموزشگاری کرده بسیار طلبه شاگرد برآوردند. با شهر سمرقند اهل سمرقند جدا هم خوب خدمت کرده کسالوبا جدا هم مهربانی از تگی دل کسالوبا این کس فقط روزش رفته ایشون ما چشممون دیده از این کس همون طرفاشون بسیار به خدمت گرفته. آغاز از سال 1978 باشد تا به حال در وظیفه‌های مدیر شعبه سیوم تراپی کلینیک رقم 2 دانشگاه دولتی طبی سمرقند، اسیستنت داتسنت کافدره بیماری‌های درونی رقم 2 مدیر شعبه مصلحتی معالجه‌گاه رقم 2 دانشگاه دولتی طبی سمرقند، مدیر شعبه 2 تراپی دانشگاه دولتی طبی سمرقند کارگردان می‌آیند. میزراب بالتایویچ برای ما عائلوی شفاکار عائله ما هر وقت آمده خبر گرفته بیمارهای همین عائله ما شخصا من خودم این کس لیچینی دوا کدام میشه من با از یک طرف خرسند هستم که پدر این کس داملای ما هستند. پدر این کس محمود یاری شاعری با چشم نموده ازبکستان تاجیکستان مول شیرها برای وطن برای استقلالی برای تربیه فرزندها بچه‌ها نیست هستند. بعضی شفاکارها هستند که بیمارها اول شفاکارها میگریزند لیکن این کسا دائما یخله کردن بیان هم شفاخانه و هم خانهشون به اگر همین شفاکار میزراب بالتایویچ دستشون هم بیمار برسد همین بیمار نقشته میره
این برای شفاکار بختی کلان. ҳамкасбон дар коргоҳ оид ба фазилатҳои ҳамидаи шифокори сабукдаст ва донишманд чунин мегӯянд. Один из ведущих наших специалистов – это Махмудов Мизрок Балтаевич, кандидат медицинских наук, доцент. Он наш учитель, у которого многому научились. Главное качество, которое вот вы сами научились у него? Это прежде всего быть ответственным к работе, это вежливыми, внимательными к больным. Профессионализму многому мы научились у Мизрок Балтаевича. Со студенческих времен нас обучал очень многим хорошим качествам. Это прежде всего нашему профессионализму вот на будущее время. И в жизненных советах Мизрок Балтаевич всегда нам дает очень такие ценные советы, которых мы придерживаемся. Его уважают не только вот среди врачей, администрации. Кроме того, к нему очень хорошо относится и медицинский персонал, как средний, так и младший медперсонал. Многие медсестры – это воспитанники Мизрок Балтаевича. Обучил их вежливости, как относиться к больным, как правильно вести себя. ширин суханӣ хушмуомилагӣ сабру тоқат дурандешӣ донандаи касби хоби худ буданд мегӯянд шифокор ҳамеша ба табибон ҳамроҳ бояд бошад. дар бораи пурра аз нав ба маркази ёрии таъҷилии тиббии вилоятӣ табдил додани ин коргоҳи худ ислоҳотҳои соҳаи тиб ғамхории давлата мо дар ин боб Мизрок Маҳмудов фикри худро чунин баён карданд. барои беморҳоя ёрдам додан аҳли шӯъбакатӣ ҳамҷиҳат шуда ёрдам медиҳем. برای یاردام دادن کسال‌های وزبین با بسیار یکم جوبه مدسسترهای مهان اینها یاردم کلام میرسانند. دوم این برای این بیمارها از مهان خرسند شده رفته طبابت گرفتگیشون برای اینها به معامله بسیار خوب کسال‌ها به یک همزلین گپو است که کسال نه فقط دور طبابت میکند بلکه محیط خوشمعاملگی هم برای کسال بسیار اهمیت کلان دارد نقص است. همین مرکز ما به آخرینگی سالها و بسیار اپارات‌های زمانوی گرفته ایستاده برای همین کسال‌ها به یاردم‌های تیز و زمانوی یاردم دادن به بسیار چیزها تشکیل کرده ایستاده است. با غمخوری حکومت ما رهبریت ما همین کارها همش عملی کرده ایستاده است. دولت ما با президент қарорашон бинё карда бисёр ёрдамҳо дода ҳамин ҳаракат карда истода ҳамин аппаратҳои бомба гирифта оварда мақсад як ки касалҳо замонавӣ ва тез ёрдам гирифта нашуд барошад. шифокори сабукдӯст Мисробака Маҳмудов сарвари оилаи намунавӣ буда соҳиби 5 нафар фарзанданд. зоҳирҷону зафарҷон, зарохҷону азизҷон ва духтари меҳрубонашон Шаҳлобону. падари чашми кордон онҳоро ба роҳи дурусти ҳаёт раҳнамоӣ карда хононида соҳиби хонаву дар карданд. 12 нафар набераҳои ширин доранд. дар ба камолрасии фарзандону наберагон ҳамсари азизашон аълочии маорифи халқ Баҳора Муҳаммадиевна доимо дар паҳлӯяшонанд. меҳрибон бачаҳо ба ҳамошона хондагошон ба ҷудоям калон аҳамият додан. мана ҳами хелин ҳамошона китоб хондагошон ба худашона савиҳошона расондагошон ба ҷудоям ёрдами калон мерасондан. ҷудоям маслиҳатҳои нағз медодан, раҳои нағз ба мо бурдан. ҷудоям хонимо ба роли асосия ҳами кас мебаранд. дута неваромо институт ба мехонад. ҳамне ҳамиш ба албатта бо бош ёрдамчи калон маслиҳатҳои калони ҳами кас кати ҳами кас раҳои нишондодагишон кати ҳамиш аст. шифокори Мисробака Маҳмудов соли 1985 бошад рисолаи номзадӣ ҳимоя карданд. барои хизматҳои шоёнашон дар ҳифзи тандурустӣ бо ордену медал ва ифтихорномаҳо сарфароз гардиданд. ман ба фарзандам невараҳом насиҳат метиҳам ки ман имрӯз 70 ба даромадем. вақти замону сол тез гузашта меравад. динеко мо ҳаминҷо бозӣ карда мегаштем. лекин ман ино ба ҳамошон ба ҳамзалин насиҳат метиҳам ки барои мана ҳамзалин ватани бузургамон ватани дунё ба бутун номаш рафтагӣ хизмат карда ҳамин ватанамо обрӯша барои боз асинадан хизмат карда ҳалол меҳнат кардана ман даъват мекунам.
همین طور هر یک فرد شهر باستانی آغاز از دهقان عادی تا عالم و شفاکاران سبکدست فاضل دانشمند میکوشند برای خلق وطن عزیز خود ازبکستان خدمت کنند، علم دوست باشند، وطن پرور باشند، تاریخ میهن را دانسته فرزندان را که آینده میهن مایند در روحیه وطن دوستی تربیت نمایند. سمرقند را میتوان آثارخانه زیر آسمان نامید، زیرا در هر قدم آن یا خانه موزه و یادگاری های تاریخی و آثارخانه های گوناگون را میتوانیم بدید. طبق اقدار قرارهای دولتی و فرمایش رئیس جمهور از 12 ینور سال 1998 خزینه ازبک موزه تشکیل کرده شده بود. الحال در جمهوری ما نزدیک 27 موزه های تاریخی، 28 تا آثارخانه کشورشناسی، 8 تا ادبیاتی و 1 تا آثارخانه طبیعی آرکئولوژی وجود دارد. در آنها باشد 2 میلیون اکسپونات ها محفوظند. در قسم سوم برنامه باشد ما عاید به سوزنی‌های نویافت شده و نقش‌های اوریجینالی به تکرار داشته آن که در موزه ممنونگاه دولتی سمرقند گذاشته شده‌اند سخن می‌کنیم. به همه معلوم است که سمرقند ما مرکزی علم و مدنیت، صنعت و فن بود و یکی از نمونه‌های صنعت عملی خلق ما این کشیده دوزی، سوزنی دوزی بود. من امروز در آثارخانه ما شما نمونه های یکی از بهترین کشیده های سمرقند رو دیده استادید. حاضر در فاند های ما در خزینه موزه ما زیاد از 1000 نمونه گلدست این سوزنی ها جمع آورده شدند. من یکی از سوزنی هایی که آفرنده این فقرای خود سمرقند مهتاب خان آیا بودند با دست آن کس در آخر عصرهای 18 و عصر 19 دوخته شده است. امروز ما با دقت شما نمایان کرده استادیم. این اثر، این سوزنی نه فقط یک اشیای معیشی این سوزنی بلکه همچون اثر صنعت در موزه ما نمایان کرده استادیم. چون که شما نازکی هر یک سوزن این نسخه این سوزنی رو دیده در حیرت نمامده نمیمانید. ببینید فقط با یاردمی دو سه خیل رشته، دو سه خیل رنگ سیاه، سرخ، سفید یک اثری کلان آفریده شده است. همه ما میدونیم این سوزنی ها برای اولین وظیفه این سوزنی ها برای خدمت به عروس و داماد، برای آرایش خانه آنها، برای از هر خیل آفت و دیگر کثافت و دیگر خیل چشم و بد ها نگاه داشتن برای به خانه آنها آویخته می شدند و نسخه های به اعتبارتی مگر همه نسخه های اینها از حیات گرفته شده، آن هم حیات معیشی ما رو به درجه صنعت برداشته شده است. این سوزنی با اصول نقشه های کاردی آش دوخته شده است. در نظر ما مینامد نقشه هایی که با رشته های سیاه دوخته شده است این را نقشه کاردی آش نامیدند و در مابین نقشه های کاردی آش گلی لاله جایگیر شده است. سالهای 1930 سال باز در آثارخانه ما جایگیر شده است. این از تاریخ بای صنعت ما درک داده استفاده است. ما حاضر با دقت شما یک قسمی نمونه هایی که در آثارخانه ما جمع شدند نشان داده استفاده. دیدی خلق ما همین درجه بلند بود که هر یک چیز معیشی رو به اثر صنعت میگرداندند. در دوام معلومات های خود امردین پولاتوف گفتند که من بعد هم نیت دارند که هر یک اکسپونات اشیای در خزینه موزه مذکور بوده را از نو تدقیق نموده به خلقمان، به مهمانان و سیاحان شهر سمرقند هرچی بسیارتر از صفحه های زرحلین شهر کهن معلومات های شبقاور را جمع نموده دسترس میکنند. ای سمرقند عزیز، با نام نیکت زنده ام، من نمی غنجم به خود از وسعت ذوق و سرور، عشق پاکت را به مغز جان و دل جا داده ام، سینه ام سرشار از احساس و طغیان غرور. 18 اکتبر روز سمرقند اعلان شده است که برای ما یک خوشبختی. کم شهرها هستند در روی جهان که روز دارند. روز سمرقند سال 1996 در همین میدان، در همین جا، وقتی که سالگشت زادروزی تیمور جشن گرفته میشد و سمرقند پرشکوه و همین پیکره تیمور را در اینجا مراسم کشاده شوی بود، آن وقت از اینجا مهمانان زیاده از کشورهای گوناگون آمدند و با
راهبری سرور جمهوری ما اسلام عبدالغنیویچ کریموف اینجا آمده. اینجا آن کس درباره سمرقند، درباره آدمان آن، درباره موقع سمرقند در تاریخ تمدن انسانیت چند سخن کرده و بیرق شهر سمرقند آردن رقم 1 امیر تیمور را گذاشته و اینجا گفتند که از همین روز یعنی 18 اکتبر هر سال روز سمرقند اعلان کرده می شود. در واقع هم در اینجا همین قدر خرسندی های بود که من اگر خطا نکنم در همین جایی که حاضر استادم همین جا استاده در همین جا شاهد همین گفته ها بودم و دل طغیان میزد که در حقیقت سمرقند شهر است که تاریخی بسیار بزرگ دارد، شهر است که گذشتهش بسیار پر نور و پر برکت و آیندهش درخشان. سمرقند برای من مقدس است. سمرقند همچون زادگاه ما، همچون وطن ما، همچون افتخار ما و به هیچ خیل و همون گفته هایی که سمرقند در واقع هم سمرقند سیقل روی زمین است، هوایش خارم و خاکش مهین است. شهر ما چخیل آب شدگی، چخیل جنت مکان شدگی. الان 84-85 و درآمده حاضر دیگر من یاش شده خرسندم. میخواهم که من یاشکا شکر کرده خانه دولت ما رونقش محنت کنند. با همه شما معلوم است که با همکاری اتفاق نویسندگان ولایت سمرقند با تشکیلات جوانان کمالات و موزه عارف گلخانی ما یک چند سال باز اکسیه گذرانده ایستاده‌ایم. اکسیه چنین نام دارد سمرقند را گلپوش میکنیم 1+10 و در دایره همین اکسیه ما با تشکیلات ها، با محله ها، با دوست ها 100,000 زیاد گل ها تحفه نمودیم و این تحفه ناارزنده خود را ما برای شهر عزیزمان میبخشیم. دیده ایستاده ایم که شهر عزیزمان چقدر زیبا شده ایستاده است و آن کارهایی که در دوام من 22 سال استقلالیت شد ما در عصرها ندیده بودیم. گپ راستش ما هم در کارهای مسئول کار کردیم و این آرزوی دیرینه ما بود که من هم خیلی شهر را من هم خیلی چنین زیبا بینیم و من همه سمرقندیان را دعوت میکنم که برای آبادانی، برای تازگی شهر، برای گلزار کردن شهر سهم خود را گذارند و همشهران خود را با این روز فیروز، با این روز مولود و با این روز مسرور تبریک و تهنیت گفته به هر یکی آنها صحت سلامتی و سلامتی بر دوام آرزو مینمایم. تماشابینان عزیز، برنامه را با شعر محزون سمرقندی میخواهیم خاتمه بخشیم که او در شعری عاید به سمرقند گفته بود: اگر غمگین شوی شاه جوانان را تماشا کن، اگر غمگین شوی شاه جوانان را تماشا کن، دلت تسکین شود چون خواجه چوپان را تماشا کن. غبارش را به چشمان مال، خارش را به دل جا کن، زمیجگان دور اشکت بار از دل ناله برپا کن. ته خاکش بود شاه جوانان سمرقندم. بگذار نام سمرقند در دنیا همیشه ابد زنده باشد. ما بار دیگر هر یکی استقامت کنندگان شهر عظیم سمرقند را با روز شهر سمرقند صمیمانه تبریک میگوییم. ما باید که شهر عزیز سمرقند را همچون گوهره که چشم نگه داریم، در جایی که نباشیم فخر نماییم که ما فرزندان اصیل همین سرزمین جنت مکانیم. در همین جا برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی شام سمرقند خاتمه یافت. خانه آباد باشد و همیشه میگوییم که سمرقند عزیز ما با تو فخر داریم. تا برنامه های آمده ایستاده صحت و سلامت باشد. خیر میگوییم عزیزان.